انسان را چه چیز به پیش میبرد؟ آرزوی او. آرزوی من خوشبخت کردن آنهایی است که دوستشان می‌دارم. من عادت داشتم که نزدیکانم را هرچند از امکانیتم بیرون بود به فردای درخشان و زندگی آسایشته باور کنانم، زیرا به خود و فردای خود باور داشتم. از این خاطر قسم می‌خوردم که به این یگان قوه واسطه و سلامتی را دریغ نخواهم داشت، حتی حیاتم را. اوپا ایستا اینجا بیا. اکنون تو از من گریختن نمیتوانی. من از تو گریختنی هم نیستم. ملیکا ملیکا به من بسیار خوش میآید چگونه تو نامم را به زبان میاری. هیچ کس به مثل تو نامم را شیرین به زبان گرفتن نمیتواند. نام تو برای من همچون سرود است و من هر لحظه این سرود رو می سرایم. تو برای من همچون یک افسانه دلپسند هستی. تو آرزو و آرمان منی. گپ زن عزیزم. از سخنهای تو سرم گیرد می رود. امروز خرسندترین روزی حیاتی من است و من می خواهم که ما آن را یک عمر در خاطر ما نگه داریم. تو گمان میکنی که من روزی توی عروسیم را از خاطرم میبرارم؟ گپم را گوش کن عزیزم. من تا حال به خاطر آن همین روز زندگی میکردم و حالا تیار هستم همه را قربان سازم تا که تو خوشبخت باشی. لیکن آیا برای این قوه و توان و پول و مولد میرسد یاری خود ستای من؟ ملیکا من جدی میگویم. من همه کار را میکنم تا که عائله من به هیچ چیز محتاج نشود. من تو را آنقدر دوست میدارم، آنقدر دوست میدارم نازنینم، از جانم بیشتر. فریدون سلام علیکم، من حمید پویان هستم و شما را به چینل افغان پویان دعوت میکنم. در چینل افغان پویان مسائل سیاسی، مذهبی و نژادی اصلا مطرح نمیشه و ما بسیار پروگرام‌های جالب و دیدنی به شکل پروفشنال براتون پیشنهاد میکنیم.
رسالت اصلی پدر و مرد به نزدیکان خود برای فردا باوری بخشیدن است. امروز من نمیتوانم این رسالت را ادا بکنم. نمیتوانم. فرید امانов. بله. شما در خدمت حربی نبودید؟ نه، من در دانشگاه تحصیل کردم و گوش کنید. متاسفانه ما به این وظیفه نفری رو به کار قبول میکنیم که وی خدمت حربی رو ادا کرده باشد. من به شما هیچ کمک کرده نمیتوانم. مرحمت. میدونید من یک دقیقه. الو. من یک دو کاری تاجیلی دارم. به من سر کردن گیرید؟ سلامت باشید. گفتم که من یک دو کاری تاجیلی دارم. به من سر کردن گیرید. بهتر میروم. بله. سر کنید. بله. حکیبه. الو. سلام علیکم. و علیکم سلام. گپ زنید. ما اوید همین اعلان زنگ میزنیم به شما. درباره جای کار؟ بله. متاسفانه ما کارگر یافتیم. الکی یافته؟ بله. میبخشید. سلامت باشید. رحمت. الو. من در مسئله کار زنگ میزنم. چی دیر کردم؟ ببخشید. ببخشید. سلام ملیکا جان. سلام زیبا. چی حال داری؟ در کجاهایی؟ خوبم رحمت. در پیش خونه. وقت داری برای واخوردن؟ با ماشین آمده خدا هم گرفته میبرم. در یگانجا میشینی؟ نه نمیتوانم. نه نگو ملیکا جان. زیبا جان بین هوا چقدر سرد است. نمیتوانم. التماس زیبا یک روز با ماشین؟ نه گفتم کو یگان وقت دیگر. ملیکا جان گوش کن. خودت را احتیاط کن. گوش کن از من نرنج. خیر. هر گاهی که مرا دیدن خواهی خانم بیا. خب همالش خیر. چی گفت؟ میگفت
گوش کن زبوسکا شاید از شهر بیرون گریزم ها؟ چی میگویی؟ بنزینت میرسد. تو چی ها گفته سودایی؟ من 3 نقطه بنزین فروشی دارم. اوهو این خیلی تو با من بسیارتر معقولی. من رو به خونه ملیکه بردمون. روز میگوید نمیدیهم. اینی نمیدیهم به خودم در کار گوی. اوه دختر رکا چیخه 50 56 62 زنگ زنید. ای بچه اینقدر غم نخور رو 70 نشو همش خوب میشود. نه تو همون آدم رو دیدی؟ من باوری دارم که وی نام خودش رو خطا می نویسد. این معلوم وی تقو دارم. گپ سری انا همین. تو چی حیران میشوی؟ برای وظیفه نقص پول دادن در کار. آخر تو زیباسنم نیستی که به خاطر چشمکانی خوشرویت تو رو به کار گیرم. ای انا چشمکانی زیبا. ای دختر 50 56 62 زنگ زنید. انا اگر همین خیلی چشمانی زیبا می داشتی تو رو حتما به کار می گرفتند. میدونی چی؟ تو باید معاش چند ماهت رو با آنها وعده میکردی. من قدر و قیمتی خودم رو میدونم. این مهم نه. چی؟ مهم آن که قدر و قیمتی تو را دیگران دانند. خیلی غم نخور. یکم کاری بهتر میابی. 3 سال شد. 3 سال شد که من دانشگاه را ختم کردم. 3 سال شد؟ چه خیلی وقت تیز میگذردم؟ در نظر تو تیز میگذرد. با چشم من همین خیلی مینماید که گویا همه جا شخ شده مانده است. خیر غم نخور. رو 70 نشم. بر عوضش تو زنی بی‌بها داری. همه کار را خانه را سررشته میکند. پخت و پزش رو گوی. آچه جان. السلام بچه جونی من. سلام. شیرینی من. آچه جان با من چی آوردید؟ یک چیزه که با مزه آوردم. بچم چای گرم خوردی؟ ها. بچه جونی ما بی منزق نشدی؟ کنی؟ با من چی آوردید؟ گفتم که یک چیزی با مزه. کنی. حاضر. انا تو خم آوردم. چی آوردید؟ با من چی آوردید؟ چرا با من یکان چیز نآوردید؟ می آرام گفتید کو تا کی این خیلی دوام میکرده باشد؟ ای گوش کن. شاید به روسیه روی. آنجا کار بسیار. ای دخترها قطعی من روسیه نمی روید؟ نه با قیراقوم چی؟ خیر چی گفتی؟ با روسیه می روی؟ ملیکه راضی نیست که من از تاجیکستان بیرون روم. فریدون 3 سال گذشت. با 3 سال دیگر میگذرد. تو با این دیپلم خود پیش نمی روی. اگر این کله خامت رو به کار نداری. عمری هم مکتبمون رو در یاد داری؟ کارچلان است. معلمان میگفتند که عربه کش میشود. من عمر بر این بودن نمیخواهم. با وجدان پا خوبتر و نغزتر خوبم میبرد. ای وجدان در کجا دیدی که آدمی بیکار خوابی راحت داشته باشد؟ ای فریدون شاید برای کاریابی به روزنامه اعلان دهیم.
زیبا جونی عزیزا تو رو پیشواز گرفت. خاله زیبا. سلام مومی جون. سلام خاله چه جان. خیلی شیرینه که من کروهیت خوب است مهگیر. وعده کردم آوردم. انا اینش توفه. رحمت. سلام دوگانه جان. نقص هستی؟ کروهیت خوب است؟ نقص رحمت. وای جونی خودم. کامپیوتر که زیبا خالش توفه کرد نقص کار میکند؟ ها کار میکند. زیبا خاله دادم به من تلفن مبینید وعده کردم. اوه پسرکم با من درباره دادد عموما گپ نزد. وای وعده داده شو با جان میورد. ها گفتگی برین. اون دایوز کجاست؟ امید جان رفتم مولتفیلم های نوت رو تماشا کن. زیبا آخر وای داده امید است. باشه چی؟ بگذار به حقیقتی تلخی زندگی عادت کند. چی چیزی با مزه هست؟ فهمو در این خانه تماما فیگورت ویران نمی شود. زیبا شوهرم کار میکند. انا فریدون غم نخور. تو بر این آدمی معلوماتدار به همه در کن. فهمیدی؟ چی؟ ای شوهری تو بر این آدم با کی در کار در این زمان؟ من از جدا شو گفتنم مونده شدم. برایت یک شوی ارزنده میابیم. خونت رو هم سود بازی کرده از وی کشیده میگیریم. اما دادا جان شوهرت آدم احمق نبود. برای پسری ناعهده برایش کاری انجام داد. این خیلخانه حالا در شهر از 100,000 دلار کم نمیستد. با ما علاقه 120,000 پیشنهاد کردن. از راستی؟ فروش داخل. با اینقدر پول هم خانه خوب میخرید هم تجارت میکنید. فریدون نمیخواهد. این خانه با وی از پدرش میراث مانده است. با چی؟ میراث مانده است نمیفروخته است. این خانه است یا سرخانه؟ با شکمی گرسنه تماشا کردن میشینید؟ ملیکه توقعی بیناموس به گردن تو بار است. برای چی تو او را اینقدر بد میبینی؟ من نمیفهمم. من از دلسوزی میگویم. این زیایی ها در این دوره به کلاز من اقلا یک اویلهشان رو تعمیر کردن نمیتوانند. شوهرک چی اختصاص دارد؟ زبان شناس. زبان شناس؟ چی اینقدر میخندی؟ من میفهمم. زمانی پیشتره دیگر گپ بود. پسرکی پروفسور منزلی 3 حجرگی در مرکز شهر. وی در مکتبی عالی با نفوذ تحصیل میکند. لیکن امروز چی؟ وی به یگان چیز کار نمی آید. یک زیایی ناشد. زیبا دوگانه جان هر کس باید فکری خودش را کند. خوشبختی خودش را گوید. مکرو خورده میگردی؟ زیبا من خوشبختم. من نمیفهمم چی خیلی ممکن است کم بغلانه زیستن و همزمان خوشبخت بودن. تو جوان و خیلی دلکش هستی. گر از این استفاده نبری پس تو دیوانه ای. حسنت رو خور نکن. عقلت رو کار فرما. گوش کن. وقتی که من یه شناسی بوی دارد. میخوای من تو رو با او شناس کنم؟ وقتی کشکی تو باز خوشداری نو پیدا کردی. بچه بد نه. کرایسلر دارد. کارخانه شخصی کسب دارد. راستی گپ زن هم دارد. اما اینش باز هم خوبتر. همه تشویش در گردن زنش. لیکن اگر من خواهم با یک اشاره دویده می آید. تو همیشه مردها رو به بازی انداختن می توانستی. یاد گرفتن می خواهی؟ بس کن. السلام علیکم بچه جانی داده. نرسیستی؟
саломатиҳо чӣ хел? ассалому алайкум. ту куҷо гум шудӣ? бо маслиҳати зафар ба идораи рӯзнома рафта будем ва барои ҷои кор эълон додем. хайр кани бинем ягон натиҷа медодагист. натиҷа медиҳад натиҷа. ин бӯи хуши чӣ бошад? чӣ хӯроки шоҳона мехӯрем? кани бинем ку хӯроки дӯстдоштаи ман ку. ҳаво хунук. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ман чунон гуруснаям ки. дастатонро шӯед, ман хӯрокро мекашам. шояд аввал ман хӯрок хӯраму баъд дастамро шӯям. ман чунон гуруснаям ки ҳозир метавонам туро фурӯ барам. инҷо меям. гӯш кун, ҳаминро овардан зарур буд. малика, ман зебои туро тоқат мекунам ку. ку зиёфати шоҳона? ё ин ки ман бачаи шуморо хӯрам? меҳмонро гусел кунӣ, баъд гап мезанем. он тавре ки ту зафарро фикр мекунӣ, бачаи бад нест. бачаи безарар. ту ба куҷо меравӣ? он ҷо меҳмонҳо натарс, ин зуд анҷом меёбад азизакам. ман пешакӣ ҳамаашро тайёр кардам. чиро тайёр кардӣ? ҳозир мебинӣ. ай охир ман меафтам. оҳиста. ту инҷоист, ман ҳозир. инҷо аз ҳама ҷои беҳтарини дӯстдоштаи ману туст. ин чӣ? ман фикр кардам агар мо инҷо сипос гузорем беҳтарин мебуд. биё ин садбаргро ҳаминҷо мешинонем. минбаъд барои омадани ману ту баҳонае ҳаст. чӣ гуфтӣ азизам? фаридун, чақадар романтик ҳастӣ. шояд ман ҳам кор кунам. чаро намегузорӣ ки ба ту кӯмак кунам? зебо гуфт ки бароям кори хуб ҳаст бо маоши нағз.
کمی مرحمت راهگیرا را درست کنید. مگیر شما عمک درست کردید؟ شما من درست کردید؟ 2 نفره؟ الو نبر من براه بر اومدم اومده ایستادم بعدی 10 دقیقه میرسم مالش چی گفتی بکنی چی لبت کشان دهنت باز روانی نمیبینی این پلیت کیسه را خالی کرد شفیار ماشینت را نگاه دار حاضر من به تو دوزی را نشان بدیم تو چی حیرانی ساده ای شفیار ماشینت را نگاه دار گفتم نگاه دار سرده سعید تو در جانم زدی با همین شوخی هاید بس بودگی سخیر انور من هم تو یک شوخی کردم گفتم یک تو را هوشیار کنم تو همیشه در روی راست میخوابی گفتم یک هوشیار کنم دستش رو شکنه دمه دستش رو شکنه بیامان انور مرا شرمنده کرد توبه کردم من بعد این کارم رو تکرار نمیکنم شما یکدیگرتان رو میشناسید میبخشیدم عذر ازگم نه اما چالاک بودایی گوشتگیری چی دستم رو قریب شکستی شرمنده شدم اما بچه ها میبخشیدم عذر خندتان رو زنید اما با شما میدل دادن در کن من میدلم بسیار من 40 سال باز در کلخاز پاسبان شده کار میکنم در همین 40 سال یگان بار در تریتوری ما دزدی شدگی نیست کسی میفرماده باشد مرحمت بچه ها میبخشیدن باز یک بار دیگر هیچ گپ نی بخشش مرحمت فروید آشنا تو همیانت رو فراموش کردی بخشیدم این خالی کو این خالی کو از آدمان رو فریب دادن شرم نمیداری ها باز من گناه کارم نباشد کی من این بار رفت تو دیدی در آن اتوبوس چقدر آدم بود ها یک توده دهنیالا با کیسه های پر روان تو باشه چی ها مثل سوداگری پیری به خواستگاری میرفتگی برای خودت را آراسته ای با بالای این همیانی خواب خالی را با کیسه با تمام شهر به نمایش گذاشته ای فریبگر با آدمانی درست امکان نمیده که پول کار کنند همینم کار شد
هی پارسا تو اکنون با این کارت چی گفتن میخوایی؟ همیانی خالی رو گرفتی؟ کم توقت میکردی؟ من در نشکون سون پول میماندم تو دوست گویا که من نمیدونسته باشم گوش کن دیگر یگان کار از دستم نمی آید چی کار کنم؟ خودم را آویزم لیکن تو اقلا درباره آنهایی را که غارت میکنی یک بار فکر کرده ای؟ شاید تو آخرین بریده نان کودکی را دزدی بابا جان نصیحتگر باز رفت تو بهترش با من بگو کی برای چی تو با من اینطور رفتار کردی من یگان مایده نمیفهمم که معنایش چیست گوش کن شاید تو خیلی دیوانه ای من به حال خودم بودم کیسه ها رو خالی میکردم غمی نداشتم تو از کجای پیدا شدی و بطه که پوستم در اومده سرم رو ویران کردی تو خودت کی؟ السلام علیکم و علیکم السلام خزید لبای؟ خزید کمپیرتون رو گرفته آن طرف رفته شینید خزید گرید کمپیرتون رو از اینجا روید مالا این بچه بی آداب بود است احمق من به شما گفتم با کوچه نبراییم من از کجا دانم اهمیت داده بیا از این میبراید که دل داشته ای البته دارم من هم آدم وجدان عذابم میدهد نه آدم این خوب است گوش کن گوی که تو کیستی من هم آدم نه من این رو نپرسیدم برای چی تو با من این طور رفتار کردی من دوست کو همیانی تو رو دوست دیدم من میدانم نه برای اون که همیان پول نداشت اگر اون پول هم میداشت تو همین طور رفتار میکردی نمیدونم شاید همین خیل برای چی؟ من خواستم نیکی کنم تو رو نجات دهم نجات دهی؟ از کی؟ از اونها؟ از خودت ایستا جوره جان گوش کن چی تو یگان مشکلی داری؟ شاید من به تو یاردم کرده توانم گپ زن کسی غم نمیدهد من جدی گفته ایستادم گوش کن من میبینم که به تو کمک لازم است گوش کن وقتی که تو در اتوبوس با من این خیلی رفتار کردی من همش رو فهمیدم من این خیلی آدم رو باری اول میبینم میفهمی گوش کن این تقدیر است تقدیر من برای تو شده کسی نباشد بخی کرده میکشم تشکر دوستان تو در حقیقت هم مرا قدر شناسی کردنی جانم بگرم پس از بحری دوستی برو چی؟ چیزی که شنیدی تو میخوای که من از بحری دوستی برایم؟ پارسا آدما شما شنیده این بچه دیوانه است دیوانه من در فهمیدم که با تو یک قمچی نمیرسد تو آدم پرره نیستی فهمیدی؟ تو وعده دادی دانستگی کی؟ من؟ کی؟ قسم خوردی من وعده دادم که با تو کمک میکنم تو باشه چی؟ شرطی من همین لیکن اصلا چیزی که میخواهی همون را کن پارسا ایستا گوش کن اینش را چیکار کنیم؟
این از آن من نیست. البته از اونی تو نیست. اما بچه ها میبخشیدن حضور. این از همون بقیه است که قریب دستی من رو شکسته بود. میفرمایی که روی وی رو هم نجادیم ها؟ باز رفت. ای گوش کن، اقلا نامت رو گوی. نامت چیست؟ همون خیلی که تو هستی آدم. چی خیلی آدم؟ گویا درونی من رو بیرون کرد. چی گفته با کیسه و دست دادم؟ اینجا بیا. من این رو گیر. چین؟ این رو گیر و گم شو از اینجا. پامم دکار نه. اینجا بیا. اینجا بیا. امروز چی روز بود؟ فقط آدمانی حلال وا میخورن. کنجو کنار شهر از آدمانی پاک پر شده است. چه نگاه میکنی؟ همه فرشته. با آدم زمینی راهی گذر نیست. یگان خانه مثل خانه شما نیست. 3 ماه می شود که من می آیم و می روم. منی موی سفید رو این قدر آواره میکنی؟ پولی برق رو می دهید یا نه؟ خودش اینجا چی گفت؟ من از شما پرسیدنی که چی گفت؟ سلام علیکم. سلام. که پولی برق رو می سپاری؟ 3 ماه است که از این خانه 1 دیرم نمی روید. تو که از راهبریت من از برای شما گپ میشنوم. تو که اکا مغال نکنید. اویسته تر گپ زنید. میدهیم آخر. میدهید؟ این افسانه را 100 بار شنیدم. گپ همین. یا خودی حاضر قرضتان را میسپارید یا که من شما را از برق محروم میکنم. تمام. حقوق نداره. در اینجا آدم زندگی میکند. فصل سرما است. آدم زندگی میکند؟ اگر آدم میبودید فکری دولت را هم میکردید. تا جایی که من میدانم شما اندازه خانه را هم نسپرده اید. اکا اینش کاری ماست. پول را میسپارید یا نه؟ اکا میسپارید یا نه؟ با کجا؟ ایسته؟ پولی برق را نمیدهند و از ما برق طلب میکنند. این الا شما چهل انسان. برای ناشتای امید چی موندی؟ حقش رو موندم. تو خور. خواطر نشو. ملیکا چی موندی؟ موندم گفتم کو.
من همه کارو میکنم تا که اویلای من به هیچ چیز محتاج نشود. من تو را آنقدر دوست میدارم، آنقدر دوست میدارم نازنینم، از جانم بیشتر. فریدون، الو. اوچه اینجا درباره کدام اعلام میپرسم. الو؟ ها من اعلان دادم. سلام علیکم. خیلی خوب. نام من فریدون. ها هست. ها میتوانم. من به همه کار راضیم. من 28 ساله زن و فرزند دارم. بله در شهر در خود مرکز زندگی میکنم. البته میتوانم. خوب کجا؟ یک دقیقه من نوشته گیرم. خوب من فهمیدم. البته می آیم. میلش تا دیدار. رحمت. ها چی؟ نمیدونم. راستی گپ رو گویم نه همش رو فهمیدم. یک زن گفت که شرط و شرایط کار رو روبرو میفهماند اگر من با او موافق آیم. وخوری ساعت چند؟ ساعت 10. سراغش را داده گفت که من به تق تق درایم. عجیب. شاید نروی. تو چی میگویی ملیکه؟ این زن یگانه کسی است که به اعلان من توجه ظاهر کرد. چه خیلی که خواهی؟ ملیکه من به همه کار راضیم. خودت میدونی. ستاره؟ ستاره؟ من اینجایم. بالا برایت. ستاره؟ سلام فریدون. بیایید. سلام. به نظرم من در وقت ناباب آمدم. نه گفتم کو من منتظر شما بودم. مرحمت گذارید. در تگی جایگاه؟ میبخشید من همه مهمانانم رو روی همین دیوان یازده قبول میکنم. شرم ندارید. مرحمت. من گمان داشتم که بین ما صحبت کاری می شود. راستش رو گویم با من صحبت های صمیمی زیادتر معقولند. شرم ندارید. من شما رو منتظر بودم. خوش باشید.
شما تصور میکنید زنی رو که چون این سیمای زیبا دارد و اما پایهایش شل. ببخشید چی گفتید؟ من تمام حیاتی با شورانه‌ام را همین خیل در جایگاه گذرانیدم. بر شما رحمم می آید. رحم خوری این تحقیر است. با فکر شما بی‌پروایی بهتر است. من همدردی را اولاتر می دانم. شما فرق میانی رحم خوری و همدردی را معاین کرده می توانید. من این را حس می کنم. آدمی را که نمی شناسیش همدرد بودن مشکل است. در این حالت فقط رحم کس بیدار می شود. من این را می دانم. لیکن یک نفر رحمدلیش را پشت بی‌پروایی پنهان می کند. دیگری باشد دلش را برای همدردی می کشاید. بهترش به من این داروها رو دهید. مرحمت. تشکر. شما با آدمان عموماً وا میخورید؟ من با آدمان کم صحبت میکنم. بیشتر با کتاب ها میشینم. اما من ساخته کاری را زود پی میبرم. میخواهید من به عالم باطن شما وارد شوم؟ لازم نه. من به این خیل سفسطه ها باور ندارم. شما به نظر آشفته می نمایید. چی؟ همه چیزی که شما تمام عمر به آنها باور داشتید اکنون با سرعت از بین می روند. شما از حیات قفا مانده اید. با طرز کهنه زیستن نمی توانید اما با طرز نو نمی خواهید. شما شخصیت خود را از دست داده اید. برای همین آشفته اید. این گپ ها را درباره هزاران نفر گفتن ممکن. شما مرا از کجا میدانید؟ شما مرا بار اول دیدید. شما را دانستنی من شرط نیست. من آدمان را میدانم. از روی کتاب ها؟ شما میخواهید مرا رنجانید؟ بر رنجاندن من کوشش نکنید. این به شما نمیزیبد. اکنون لطفاً ها اون کرسی را گرفته به من نزدیک شینید. این مناظره خرد را مقدمه شناسایی همون می حسابیم. مرحمت. برای کاری که به شما پیشنهاد کردنیم چیزی از اینها لازم نیست. این چی کار بوده است؟ به زودی همش را می فهمید. فقط همین را گفتم می خواهم که شما خوب صحبت می کنید. باز از این مهمتر سخن را گوش کرده می توانید. نه همه چون این هنر دارن. الحال آن چیزی که از شما به من لازم بود همین است. مرحمت. این چی؟ گیرید. این را شما حلال کردید. شما به من خیلی یاری رسانیدید. باور کنید. از راستی؟ از راستی؟ اگر این خیلی باشد تشکر. پگاه بیایید. عیناً در همین وقت. من منتظر می شوم. تا بازدید. خوب تا بازدید. بار دیگر تشکر. خوب روید. خداحافظ.
Kani Zafarjon, guzar. Marhamat. Ana. Kani binem chi giriftem? Так, сеп ҳаст, нок ҳаст, шафтолу гирифтем, бодиринг ҳаст. Инҳоам аз куҷо? Холоса ҳамаро гирифтем. Аз бозор. Салом алейкум. Ассалом. Ба гумонам ки ман кор ёфтам. Як нав равоншиноси шахсӣ барои духтари бемор. Вай маъюб аст. Чӣ, он ҷо якҷоя рафтед? Не, тасодуфан дар роҳи хона вохӯрдем. Фаридун ба ман нақл кард. Хайр, ба ман ҳам нақл кун азизакам. Чӣ гӯям? Як зани ҷавону зебое бемори бистарӣ шудааст. беҳуда овозаш дар телефон хаставу афсурда наомада буд. ба гумонам ки ба вай як одам ҳам то барои чағчақ лозим. бечора. лекин вай намехоҳад ки касе раҳмашро хӯрад. дада ҷони дада. худат нағз? нағз. бачаҷони ман, ин аз они ту. раҳмат. эй салом алейкум. салом. беодоб. медонӣ диққати касро ҳам ба худ ҷалб мекунад ва ҳам метарсонад. фикрҳои маро мехонад. рости гап, барои хондани фикри мардҳо маҳорати махсус дар кор нест. зан ин гапи дигар. хондани ин китоб душвортар. на дуруст. занҳо бисёр механизми мураккаб. бисёр. хайр, зинда бошем мебинем ки вай чӣ хел ғайбдон будааст ва китобаш чӣ хел хонда мешавад. муҳимаш он ки ниҳоят одамеро ёфтӣ ки қадри туро шинохт азизам. дада ба ман акнун телефони мобилӣ мехаред? дада дада умедҷон, бачаҷон, тоқат кун, ҳамааш нағз мешавад. кай шумо ба ман ваъда додед гу. бачаам, рафта бозӣ кун, ба дадат халал нарасон. шумо ба ман ҳеҷ чиз харида намедиҳед, фақат зебохолаам харида медиҳам. умед, кани инҷо биё. исто. фаридун, исто мегӯям. дар ҳамин ҷо меистӣ то вақте ки бо падару модарат гапзаниро ёд нагирӣ, фаҳмидӣ?
جناب شما چیزی رو گم کردید؟ تو؟ مگیر تا حالم دهنیالا مونده یا؟ تو چی؟ در اینجا کار میکنی؟ محافظ؟ مشاور آید به امنیت 65 سومونی. رحمت نخواد که تو با خالد ایستاده باشی ها؟ زخمم رو تازه نکن. تو میدونی که تمام زندگی من رو تو برباد دادی. کریر من رو برهم زدی. آرزوهای من رو پامال کردی. تمام مردم میدونستن که طالب چکه سقیچ رو از دهان مردم چنان کشیده گیرد که دندانهای وی خبر نیابد. اکنون چی؟ برا چی؟ با تو پاک وجدانی معقول نیست؟ ها؟ بیا مان. پس تو طالب همین خیل؟ نام من فریدون. شناسایی با تو با من بسیار ضرور. باز خرسند هم میشوی ها؟ در حقیقت هم من برای تو خرسند. حیات من هم تغییر یافت. نخود با تو هم یه اون کس یاری رسون؟ راستش رو گویم ما با یکدیگر یاری رسوندیم. در عالم واقعا هم آدمان نیک هستند. تو خودت رو در نظر داری؟ گوش کن میخوای یک جای نشسته صحبت کنیم؟ ضیافت از من؟ تشکر. پیوه میزنی؟ نه تشکر من عموما نمی نوشم. انا گپ در کجا بوده است؟ معلوم شد که این بدبینی تو به خوشبختی دیگران از کجاست. فقط مجبور نساز که من هم نوشیدن رو پرتویم. من میدونم که تو چه خیل آدمی. 2 لحظه نگذشته من رو برای خطی پارسان داخل میکنی. گوش کن طالب من کم ترک شتاب دارم. باز میایم صحبت میکنیم. خب چی؟ ایرو از اینجا؟ احمقت رو یافتی که با تو لقیدشی نه. طالب من حتما میایم. اگر 2 بار دیگر اینجا بیایی من واقعا پارسا میشوم. خب مایلش نغزمون. کنی بیا پروفسور بس بوده گیز کتاب خوندن. کدام روز پروفسور دیوانه شده نمونی. کتابخانه هم یک معیار خودش رو داشته است. کنی بلیشی گرم رو میخوریم انا بعد از پی کار. کنی مرحمت کن. تو زنت رو دوست می‌داری فریدون؟ البته. او چی؟ برای چی درباره زنم میپرسی؟ هم تو گفتم اهمیت نده. یک چیز مرا عذاب می دهد. این محبت است. من دوست می دارم. محبت تا این دم به من کمک می کرد که من ضد بیماری مبارزه برم. سببی به تو مراجعت کردنم نیست، محبت است. من میدونم تو مرا میفهمی. فقط تو میتوانی به من یاری رسانی. من به تو چی یاری رسانیده میتوانم؟ من میخواهم که تو یک نفری رو بکشی. چی؟ تو چی؟ عقلت رو خورده ای؟ شاید شوخی داری؟
یا داروها تاثیر کردن؟ من جدی میگویم فریدون. خب گپ نزن، شنیدن نمیخواهم تو را. ستاره تو تا آخر گپم رو گوش کن، التجا میکنم. من با عالم جنایی کاردار شدن نمیخواهم. خودی پگاه پولهایت را برمیگردانم. مرا با مقصد خونین خود همراه نکن، وگرنه مجبور میشوم با جای دخلدار مراجعت کنم. خب اگر لازم دانی میتوانی از بالای من عرض کنی. فقط التجا میکنم گپم رو تا آخر گوش کن فریدون، التجا میکنم. باری تو گفته بودی که من آدمی با عقلم، با اندیشم. این در حقیقت همین خیل است. من بسیار فکر میکنم و با این خود را نجات میبخشم. من واقعا هم عزم کشتار دارم، اما به یاردمی تو هیچ کار از دستم نمی آید. من میفهمم این وحشیانه صدا می دهد. بله، این وحشیانه صدا می دهد. من میخواهم که تو مرا بکشی. چی گفتی؟ تو شنیدی. تو انیق از عقل بیگانه شده ای. من هیچ چیز رو نمیفهمم. خوب، من میفهمونم. به همش محبت عیب دار است. محبت؟ بله، محبت. من به اندازه دوست می‌دارم. پدر و مادرم را. برای من خیلی دشوار است دیدن آن که هستی من برای آنها چقدر غم و غصه می‌آورد. من یگان آینده ندارم. در پیش مرا فقط درد و رنج انتظار است. من میخوام که این درد و رنج به آخر رسد. میفهمی؟ به آخر رسد. میفهمی؟ من تا این لحظه تو رو زنی با عقل میشنیدم، اما حاضر به نظرم من با یک کودکی به عقل صحبت میکنم. فلسفه نخون. من از نیتم نمیگردم. همش علکه حال شده است. تو فقط به من یاری رسون. اگر همش حل شده باشد من چی یاری رسونم؟ من سنجیدم اما جسارتم کمی کرد. فریدون آخر خودکشی این گناه خیلی وزنین است. میفهمی؟ از این میبراید که تو میخواهی این گناه را یگان آدم دیگر به گردن گیرد. من پول میدهم. خیلی پولی کلان میدهم. پول میداده است. ای وجدان پاک از همه پول و مال بالاست. زنی عزیزت چی؟ وای همچنین فکر دارد. زنی من اینجا چی دخل دارد؟ آخر خودت گفتی که زنت رو از تمامی عالم هم زیادتر دوست میداری. با فکری تو وای باز چقدر شوهری بی پول و بیکارش را طاقت کرده میتواند؟ وای مرا دوست میدارد. خوب، وای تو رو دوست میدارد، اما تو برای سزاوار شدن با این دوستداری چی کار کردی؟ من یگان کاری بده نکردم که خود را ناسزاوار شمارم. اما برای افتخار هم سببی نداری. تو میخواهی من از آدم کشی افتخار کنم؟ آدم کشی هم عمل است عزیزم. تو گفتن میخواهی که ملکه این عملی مرا معقول میداند. من گفتن میخواهم که برای خاطر زنی دوست داشته از بحر قالب‌های وجدان آداب برآمدن ممکن است و $100,000 به تو در این کار یاری میرساند. $100,000؟ انا دیدی؟ چشمهایت برق زدند. به تو میل مرا خویدا گشت. خیر،
ما اکنون گفتگوزاری جدی را سر میکنیم. ولی به هر حال من به آنچه که تو میخواهی جرأت ندارم. ستاره، هر کس آدم کشته میتواند، فقط اینکه وضعیت مساعد باشد. حالا وضعیت مساعد برای تو فرا رسید. من نمیتوانم. میتوانی. تو با این کار من و نزدیکانی مرا نجات میدهی و هم عائلت را از قشاقی میرهانی. کاش تو میدانستی که به من در این جهان زیستن چقدر دشوار است. اکنون را درباره پیشنهاد من فکر کن. زنگ زن. من انتظار می شوم. انتخاب هم از من است و با این گناه زیستن هم از من. فریدون، جرأت نمی کنم که بپرسم چرا به خانه ستاره نمی روی؟ تینجی است؟ همه‌اش خوب است. نباشد چرا خاطرت پریشان؟ مرا خواطر میکنی. گپ زن. گفتم که همه‌اش خوب است. میبخشی، من فقط خواستم پرسم. ملیکا! سلام دوگانه جان. سلام زیبا. کارهایت خوب است؟ همش نقص تینجی است؟ امید جان نقص هستی؟ انا این تلفنی ما بیلی. تلفنی ما بیلی. ملیکا جون میدونی چی؟ دیروز یک واقعه تصادف رخ داد. تصادف؟ ها. من دیروز با همین خیلی بچه خوب شناس شدم. بختیک؟ ای کدام بختیک؟ گوش کن، من واخوری دارم. سمکچم در ماشین مونده است. با من توش و قلمت رو ده. از صبح در اعضای بیبی سیاره بودم. بیچاره بیبیاش مرده است. همین خیر گریه کردم. نه تو گریه هم کرده میتونی؟ تو در همین جویی؟ من همه کارو میتونم. یاد گرفتم میخواهی؟ ما گیر خب کن. ها شنیدم که عاقبت کار یافتی. مبارک باشد. تشکر. نمیارزد. تو اکنون براتینه بای شده موندی. زنجانی دوست داشته به قریبی زاد روز دارد میدانی؟ تشکر که به یادم آوردی. ها لیکن ما آن را قید نمی کنیم. چی خیر؟ یوبیلی 25 سالگی.
این خیلستانه رو حتما جشن گرفتن در کور. یا من حق نیستم ها فریدون؟ بله تو چون همیشه حق هستی. گب یک تو این سنه رو به طرز ارزنده جشن میگیریم. زیبا من خودم با صاحبی طرف خونه خوشبختی مصلحت میکنم. دوگانه جون تو که ها رو دعوت کرده میخواهی روی خط کن. آخر تو دوگانه یک توی منی. اگر فریدون نتواند پولی همش رو خودم میدیم. تو تشویش نکش مایلش ما جشن نمیگیریم. تو پروا نکن. من حاضر یک سرپرستی بای دارم. زیبا من گفتم کو در حالت ضروری همش رو خودم پرداخت میکنم. تکش تو پروا نکن. خیر مایلش من رفتم. خیر بازم میزنم مایلش. جشن نمیگیریم. ملیکا ماشین یوری تاجیلی از خونه کی بر اومد؟ یوری تاجیلی؟ نمیدونم. این چی؟ ببخش عزیزم. این چیز به تو میگویم. دلم من باید از تشخیص گذارم. میبخشی. میدونی دوگانه تو حق است. خودی من هم در همین فکر بودم، لیکن زیبایی تو این کارها رو بهتر میتواند. با او گوی که بگذار با صاحب طرف خونه گپ زنان کند، من خودم پولش رو میدهم. فریدون میدونی معرکه در طرف خونه چند پول میستد؟ این مهم نیست. مهم این است که من یوبیله زنی دوست داشتم را سزاوار گذراندنیم. تو به این میارزی، لیکن تو باید اول از تشخیص طبی گذری. فهمو؟ تو بهترین مردی. تو این را باید هیچگاه فراموش نکنی.
алахусус замоне ки ман пиру серҷоғ мешавам. малика? малика! асоямро биёр! малика! малика! асоямро биёр! асоямро биёр мегӯям! ту маро намешунавӣ? малика! асоямро биёр! асоямро биёр! سلام. از دیدارت شادم. فریدون خوب هستی؟ من روزی خدا را شکر. وقت رو بیهوده نمیگذرانیم. چی گفتی؟ چی؟ شتابکاری چی لازم؟ آخر آن جایی که تو میروی درش همیشه کشوده است. بیا بحث و مناظره رو یک طرف گذاریم و به عمل گذاریم. نقشه عمل تیار است. این را من به عهده میگیرم. فقط اجرای عمل مانده است. باوری دارم که به این جرأت تو میرسد. چرا تو به من این خیلی نگاه میکنی؟ باورم نمی آید. نخواد که این حادثه با من روی داده ایستاده است. تو درباره حیات و ممات اینقدر آرامانه گپ میزنی. گوش کن عزیزم. من کیهای خودم را گرانیدم. بنابراین بیا این لیریک را یک سویمان. عادتاً همراه من یک زنی پرستار میشیند. پرستار؟ بله. نخود تو فکر کنی که پدر و مادرم مرا در این حالت تنها میگذارند. رفت و آمدهای من چی؟ آخر من در اینجا یگان بار یگان کس را ندیدم. این یک قسم نقشه من بود. من چندین پرستار زنی پیشتره را مخصوص از خانه راندم. با پدرم گفتم که آنها به من معقول نیستند. بعد خواهشم را گفتم که خودم برای خود پرستار میکوبم. از روی اعلان. و تو پیدا شدی. من گفتم که هنوز پیدا نکردم. همش باید همچون غارت و کشتار تابد. پیش از واقعه من میگویم که یک دختر برای صحبت می آید. تو اینکه بعداً تفتیشات برای خطا غلطد. تو نقش غارتگر را میبازی. پولهای را که من تیار کردم میگیری، عمل را اجرا میکنی و تمام. تو چی گمان میکنی که من هر روز آدم میکشم؟ آرام شو. تو میتوانی مرا با بالشت بوغی کنی. نه، نمیشود. تو دست و پا میزنی. مایلش.
مرا کرد زن. یک بار به دلم. من زود میمیرم. میشود؟ نه، بولیش بهتر. آنگاه من رویت رو نمیبینم. بولیشت باشد بولیشت. پس فردا. چی؟ اینقدر زود؟ من گفتم که وقتی زیاد نداریم. من در حیات یگان بار یگان جانور را سر نبریدم. خیر پس پول رو فکر کن. تجارتی صاف. معقول؟ خیلی خوب. تو همراهت از پاپای ضروری رو میاری. چی خیلی از بابا رو؟ برای فریبی نظر. تو باید جوان رو بکوبی، بکشایی، پول کوبی، تمامی خانه رو چپه و راسته کنی. پول رو من زیر بالشت میمانم. پول رو گیر، کار رو اجرا کن و گریز. پگاه وقتی تو برای تیاری صرف می شود. روزی دیگر من و تو آخرین بار یکدیگر رو می بینیم. بعد از این حیاتی نو سر می شود. من از همین می ترسم. من چیزی دیگر رو در نظر داشتم. حیاتی نو یعنی حیاتی به مشکلات مادی. این وقت است که تو خوابی راحت می روی و فکر نمی کنی که برای روزگذرانی از کجا پول یابی. این وقت است که تو از زنت، از فرزندت، از خویش و بیگانه متهم نیستی. این حیات به خاطر حیات است. من بسیار چیز را قربان می کردم که در جای تو باشم. من همه را برای وضع آن می دادم که از هسته تو بخبر باشم. من کم بی‌زاد بودم، لیکن خوشبخت بودم. گوش کن. من می توانم پیشنهاد خود را پس گیرم. به جای تو خواهشمند کم نیست. سخنی آخرینی تو. ها یا نه؟ پس فردا ساعت 12 شب من تو رو انتظار می شوم. مرحبا. ستاره؟ هی ستاره؟ ستاره؟ شما با من؟ ها تو ستاره هستی؟ نانی من ستاره نیست. خطا کرده. تو ستاره هستی که؟ برادر یک دقیقه. ستاره ستاره تو در اینجا چیکار میکنی؟ رو از اینجا رو. ستاره ستاره سعید با این طرف میگویم. سعید بس چیکار میکنی بچه؟ سعید سعید بس. سعید بس. سعید بس. گم شو از اینجا. سرده. ایستد.
ستاره 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 من کلید را فراموش کردم کشا در را کشا در را ستاره کشا در را چی دارو را شکم سری خوردی ها کشا در را ستاره اینجا چی داد وای برداشته ایستاده ای خودش چی گفت چی گفت آکا من ستاره را جیغ میزنم این طرف ستاره دستت را گیر من ستاره را ای شما چی کار میکنید من ستاره را جیغ میزنم ستاره خاموش باش ستاره سردت مرا من ستاره را جیغ میزنم ستاره ای چی گفت خودش مرا با کجا میبرد سلام خولا بچه زفرجان نقص رحمت کورها نقص شما چی خیر چی خیر تاکسی زندگی کار این دوستی من در اینجا چی کار میکنه میشود با تو این کس فریدون فریدون بچه تو تصور میکنی من ستاره را دیدم ترتیب جمعیتی رو وایرون کرد با ما زنگ زده گفتم یک دم صبر کنه دیلتیموس خواهش میکنم رفیقی من است همسینفیم دلیر جان سر دهید تو خونهش برده میمونم من به خاطر تو سر میدیم لیکن وعده ده کی تو خونهش برده میمونی مایلش یک دم ایسته در طرف خونه کنی بیا فریدون بیا باور نمیکنم را فرو زفر برادرم دلیر جان تشکری زیاد من خدمت به تیار خوب مایلش پیش نرو خاموش حاضر در واقع ما رو میبرن پیش نرو یک گذرچینه ده شما کنی گذرچینه انا آیستا حاضری برده میرسونم گفتم کو اینقدر شما بتوقت یک برده میرسونم گفتم برده میرسونم اینقدر شما بتوقت من رو با کجا میبری زفر زفر ملیکا تو من رو فهمیدی زفر گوش کن من ستاره رو دیدم نه تو من رو کم فهمیدی نه تو من رو کم فهمیدی حاضر من پای از دولت رو کشم تو تصور میکنی که من ستاره رو دیدم سلام ملیکا چی گپ شد بهتر از با او سهری گفتگو کن خب کجا برم خونه در ملیکا تو تصور نمیکنی که در اونجا چی روی داد دراز کش خب تو پگاه من رفتم خب چی گپ شد شما در کجا بودید نمیدونم چرا شما با من باور نمیکنید ببخش رابط عجیب با هیچگاه عرق نمی نوشی هیچ کس با من باور نمیکند ملیکا گوش کن تو تصور میکنی که من وی رو دیدم ستاره رو دیدم چرا شما با من باور نمیکنید ای خدایا چرا اینها با من باور نمیکنند ملیکا او ملیکا من به نزد اوچم رفتم با اون کس داروهای لازمیشون رو میبرم و امید رو گرفته میآیم بعد بازگشت صحبت میکنیم ملیکه تو ستاره تو ستاره ستاره
ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره ستاره رحیم تو اون حجره ها رو سعید تو همراه من شما خواهر جان رو مسئول شد ما شما رو بعد بریم خوب شد است مایلش من کاپیتان زوبای سعیدов با ما زنگ زدن شما کیستید و در اینجا چیکار میکنید؟ من نجوم دستا پشتی سر من دستا پشتی سر من چی گفته ایستادم؟ نجوم بگر گریزی میپرانم